ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 36. اسماعیل سامانی، ابرمرد خرد و سیاست. انکشاف تمدن و رونق علم و فرهنگ ما در عصر 21 و نیروی آفرنده و سازنده، عقل و ذکاوتی جوینده و نوآور، کاربستی دستاوردهای نوینی، وسایط اطلاعاتی و کشفیات تازه ترین علم از هر وقت بیشتر نیاز خواهد داشت، چون که این عصر برای مردم تاجیکستان عصر دستاوردهای بزرگ استقلال و خودشناسی، عصر امتحان و آزمایش‌های مشکلی سازندگی و بنیادکاری، عصری به صف کشورهای متمدن و پیشرفته عالم راه یافتن جمهوری دموکراتی و دنیوی ما، عصر رشد و کمال و احیای علم و فرهنگ و دولتداری نوین تاجیکان خواهد بود. تاجیکستان عزیز ما بهشت واقعی روی زمین، کشوری گنجهای ناگشاده و طبیعت خداداد و مکانی کوههای سربلند و چشمه‌های زلال است. دسته کوهنوردان کشورهای گوناگون یکی از بلندترین قله‌های جهان را در قطار کوههای پامیر فتح نموده، سیمای جاودانه اسماعیل سامانی را به قله کوه نصب کردند و قله آسمانگیری سرزمین تاجیکان نام این ابرمردی ملت را گرفت. باوری کامل دارم که هیکلی با شکوه و قله آسمانگیری اسماعیل سامانی چون رمزهای دولت و دولتداری تاجیکان برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی تا ابد عزیز و مبارک خواهد ماند و عصر 21 برای کل تاجیکان عالم عصر کار و پیکار فکری، عصر سازندگی و بنیادکاری ها و فتح قله های نو به نوی حیات خواهد بود. ابو عبدالله رودکی، قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. برای ما تاجیکان و فارسی زبانان جهان افتخاری بزرگ است که با قرار یونسکو سال 2008 جامعه فرهنگی جهان 1150 سالگی فرزند ارجمند خلق تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را تجلیل نمودند. واقعاً شناخت حقیقی از حالت تاریخی ما را وادار می سازد که برای رشد و پیشرفت کشورمان از آثار گرانبهای اجدادمان سبق گیریم و راه من بعده دولتداری نوین تاجیکان را معین سازیم و تنها در شرایط صاحب استقلالی
و صاحب اختیاری تاجیکستان ما امکان پیدا کردیم که با کار و پیکار ابرمردان علم و ادب تاریخ و فرهنگ عالم شمولی گذشته خود عرض گذاشته نامشان را زنده نگاه داریم که در صدر آنها استاد رودکی قرار دارد. زیرا استاد رودکی نه تنها پایه‌گذار ادبیات تاجیک و فارس، آدم و شعرا، سلطان شاعران، قافله سالار شعر و صاحب قران شاعری، بلکه رمز بیداری و خودشناسی و استقلال خواهی، اینچنین رمز جاودانه ادب و فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد. فعالیت ایجادی رودکی جوان از زادگاهش پنجرود ابتدا گرفته، بعداً در محیط مساعد علم و ادب پروری سامانیان وسعت و شهرت یافته است. طبق اخبار سرچشمه‌های تاریخی که از جانب صدها نفر محققان و مورخان تصدیق و تأکید شده است، از عصر 3 پیش از میلاد ساکنان بومی این سرزمین سغدی ها بوده نیاگان ما در این پهنا با نام سوخت دولتداری مستقل داشتند که حدود پنجکینت امروزه یکی از مرکزهای آن به حساب می رفت. اینچنین در دایره ادبی عصر 7 میلادی شاعری توانای با نام ابو حفص سغدی زندگی و ایجاد کرده است که از آفرندگان نخستین شعر تاجیکی می باشد. دایر به قلمرو سوخت و سغدیان هنوز در متنهای فارسی باستان، کتیبه های شاهان هخامنشی و در کتاب هرودوت تاریخ شناسی یونانی عصر 5 پیش از میلاد سخن رفته است. در کتیبه های فارسی قدیم از جمله کتیبه داریوش حدود سوخت بین سرزمین های خوارزم و باختر معین شده است. وادی زیبا منظری زرفشان در مجموع یکی از قسمت‌های اساسی سرزمین سوخت به شمار می رفت که این گفته ها را تاریخ 6000 ساله سرازم و پنجکینت قدیم ثابت می سازد. و بیهوده نیست که در اساس میراث بزرگی تاریخی و فرهنگی و معماری و شهرسازی سغدیان قدیم یک قطار محققان سطح جهانی پنجکینت را پمپی شرق و فلورانسیای خرد نامیدند که این بی‌شبهه باعث افتخار مردم تاجیک است. نسل‌های من بعده و وارثان مردمی که چنین تمدن عالی مادی و معنوی را آفریده است در طول 1000 سالهای بعدی نیز کوشش و تلاش‌های پیوسته به خرج دادند تا زبان و فرهنگ و استقلال و هویت ملی ما تاجیکان پایدار و استوار باقی ماند. ما تاریخ گذشته امان یعنی عصر طلایی دولت سامانیان را که یک قطار نابغه های سطح جهانی را به میدان آورده است با افتخار به یاد می آریم. زمانی که رودکی قدم به عرصه هستی نهاد از دوره های درخشان تاریخ خلق تاجیک می باشد. پس از مبارزه های زیادی آزادی خواهانه اجداد ما صاحب دولت مستقل گردیده استقلالیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
به دست آوردند. در اوج استقلال خواهی خاندان آل سامان، خلیفه بغداد وکالت اداره مستقلانه قسم زیادی ماوراء النهر را به ناصر ابن احمد یکم تسلیم نمود. دولت سامانیان توانست در یک مدت کوتاه در مملکت آرامی و ثبات را پایدار ساخته، برابری به وجود آوردن ساختاری منظم اداره دولتی، گستریش فرهنگی بزرگ ملی مردم آریای نژاد را تأمین نماید. در این دوره سرزمین خراسان و ماوراء النهر به خصوص شهرهای بزرگ آن به مرکزهای اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل یافته، ساحه‌های گوناگون علم و فن، تجارت و کشاورزی و اقتصادیات و فرهنگ گستریش بی سابقه پیدا کردند. وزیر دانشمند امیر سامانی ابو عبدالله محمد جیهانی که خود یکی از جغرافی شناسان مشهور آن زمان بود، دانشمندان و عالمان مشهور زمان را جمع آورد و برای فعالیت پربار آنها شرایط مساعد فراهم آورد. در این زمان ابو علی سینا علم فلسفه ارسطو را زنده کرد و دانشنامه نوی طب جهانی را بنیاد گذاشت. وزیران بزرگ سامانی ابوالفضل بلعمی و پسری او محمد بلعمی برای مستحکم کردن موقع زبان تاجیکی خدمت‌های شایسته تاریخی کردند. با همت و تشبث بلعمی ثانی ترجمه و تفسیر اولین قرآن مجید به زبان مادری ما به وجود آمد. دانشمندان تاجیک در محیط سازگاری که مهیا شده بود با آموزش عمیق علم و دانش